سلام دوستان، امروز در خدمتتون هستیم و می‌خوایم تفاوت سوزن‌های شریانی و وریدی رو که در دیالیز مورد استفاده قرار می‌گیرن با هم بررسی کنیم. سوزن‌های شریانیمون همینطور که از رنگش مشخصه قرمز رنگ و سوزن‌های وریدیمون آبی است. علاوه شکل ظاهری هم تقریبا مشابه هستن که تو گیج‌های مختلف تقسیم بندی میشن که بعداً براتون توضیح خواهم داد. یه قسمت سبز رنگ داره که از پلاستیک فشرده تشکیل شده، باعث میشه که ما هر جهتی که می‌خوایم بچرخونیم و زاویه ورودمون رو باهاش تنظیم کنیم. و قسمت جلویی سوزن از فولاد پزشکی تشکیل شده، هر دوتاشون. قسمت اوریب داره که میتونیم راحت برشی که اتفاق میفته دردش کاهش پیدا کنه. یه نکته کوچیک و تفاوت عمده‌ای که هر دوتا سوزن با هم دارن در این سوراخیه که در ابتدای سوزن شریانی وجود داره است. این بک آیی که وجود داره باعث میشه که جریان خون یک نواختی رو ما بگیریم و به دستگاه وارد بشه و جلوگیری کنیم از همولیز. ممنون از نگاهتون.